دختر پشت کنکوری که با همدستی دوست صمیمی خود 2 نفر از اعضای خانواده‌اش را به قتل رسانده است، در اظهاراتی گفت حدود 10 بار برای قتل تلاش کرده، اما هر دفعه از سم اشتباهی استفاده می‌کرد تا اینکه بالاخره در اجرای نقشش موفق شد. سلام، من محمدم و به یه ویدیو دیگه از کانال نقاب جنایت خیلی خوش اومدین. ویدیو امروز در مورد دختریه که به خاطر خودش و دوستش جان 2 نفر از اعضای خانواده‌اش که مادر و خواهر 13 سالش بودند رو گرفت. در این پرونده اتفاقات دردناکی اتفاق افتاده که چندین مدت مردم رو در شوک فرو برده بود. پس لطفاً تا پایان این پرونده با ما همراه باشید. راستی قبل اینکه سراغ ویدیو بریم اینم بگم که اگه این ویدیو برای شما جالب بود در پایان اونو لایک کنید و نظراتتون رو برامون کامنت کنید. همچنین اگه از این سبک ویدیوها و پرونده ها خوشتون میاد یادتون نره که حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. اردیبهشت سال جاری پرونده عجیب و هولناک در دادسرای جنایی تهران مطرح شد. دختری 18 ساله به نام بهار به همراه دوست صمیمی‌اش سارا و یک فروشنده سم مرتکب جنایتی شدند که در ابتدا شبیه یک حادثه به نظر می رسید. آنها با برنامه ریزی دقیق مادر و خواهر کوچیک بهار رو به قتل رساندن و قصد داشتند پدرش رو نیز از بین ببرن. اما چه چیزی باعث شد یک دختر نوجوان دست به چنین کاری بزنه؟ بهار دختری نوجوان سالها زیر سایه نظارت شدید خانواده زندگی کرده بود. او به دنبال آزادی بود و آرزو داشت از ایران مهاجرت کنه و زندگی جدیدی در خارج از کشور آغاز کنه. اما خانواده‌اش مخالف بودند. این مخالفت‌ها به مرور زمان بهار رو پر از خشم و ناامیدی کرد. دوست صمیمی بهار سارا نقش مهمی در این ماجرا داشت. او که از دوران دبیرستان با بهار دوست بود، نگرانی عمیقی داشت که با مهاجرت بهار رابطه آنها از بین بره. سارا که خود نیز رویاهایی برای زندگی بهتر داشت، به بهار پیشنهاد شوم داد و گفت چرا خانوادت رو از سر راه بر نمیداری؟ بهار که تحت تأثیر دوستش بود به جای پس زدن این فکر وحشتناک تصمیم گرفت راهی برای اجرای آن پیدا کنه. 2 دوست به خیابان ناصر خسرو، محلی شناخته شده برای تهیه داروها و مواد شیمیایی رفتند. آنجا مردی که در یک عطاری کار میکرد به آنها قول داد سمهای کشنده‌ای تهیه کند. ابتدا بهار و سارا از او قرص‌های مسموم کننده خریدند. آنها ادعا کردند که این قرص‌ها را برای کارهای آزمایشگاهی می‌خواهند و حتی 10 میلیون تومان بابت آن پرداخت کردند. اما وقتی قرص‌ها تأثیر کافی نداشتند، بهار دوباره به فروشنده مراجعه کرد و این بار آرسنیک و سیانور خریداری کرد. اولین نقشه آنها در شمال کشور اجرا شد. بهار خرماهایی را با سم آغشته کرد و برای خانواده اش برد. اما دوز سم به اندازه کافی قوی نبود و اعضای خانواده بهار تنها به دلپیچه و مسمومیت خفیف دچار شدند و پس از بستری در بیمارستان بهبود یافتند. بعد از بازگشت از شمال بهار و سارا تصمیم گرفتند تلاش‌های بیشتری انجام بدن. آنها مواد شیمیایی جدیدی خریداری کردند و این بار در غذاها و حتی ماست خانواده بهار سم ریختند. مادر و خواهر کوچکتر بهار چندین بار دچار مسمومیت شدید شدند، اما هر بار زنده ماندند. 19 اردیبهشت ماه بهار و سارا تصمیم گرفتند آخرین نقشه خود را عملی کنند. این بار فروشنده کپسول‌های سیانور در اختیارشان گذاشته بود. شب حادثه سارا به خانه بهار آمد و هر دو با همکاری یکدیگر غذا و ماست مسموم را آماده کردند. بهار کپسول‌ها را در کنار غذاها گذاشت و طوری وانمود کرد که اینها داروهای مفید برای بهبود حال مادر و خواهرش هستند. مادر و خواهر کوچکش کپسول ها رو مصرف کردند. مدتی بعد هر دو بیهوش شدند و جان باختند.
پدر خانواده نیز همان غذا را خورده بود، اما به دلایلی جان سالم به در برد. او که از چند مسمومیت گذشته خانواده شک داشت، پلیس را در جریان گذاشت. تحقیقات پلیس خیلی زود به ناصر خسرو رسید و فروشنده سم اعتراف کرد که مواد کشنده را به 2 دختر جوان فروخته است. پلیس بهار و سارا را بازداشت کرد. ابتدا هر دو سعی کردند حقیقت را انکار کنند، اما شواهد غیر قابل انکار بود. پس از مدتی بازجویی هر 2 دختر به جرم خود اعتراف کردند. بهار در بازجویی ها گفت که هدفش این بوده که با مهاجرت به خارج از کشور زندگی جدیدی رو شروع کنه. او مدعی شد که سارا نقش مهمی در وسوسه و تحریک او داشت. سارا نیز اعتراف کرد که از جدایی بهار وحشت داشت و نمیخواست او رو از دست بده. این ماجرا اما به یک اعتراف ساده ختم نشد. بهار گفت که نقشه قتل تنها به مادر و خواهرش ختم نمیشد. او قصد داشت پدرش رو هم نیز به قتل برساند و تمام اموال خانواده رو تصاحب کنه. با گذشت چند ماه از دستگیری، بهار از سوی پدر و مادر بزرگش بخشیده شد. اما این بخشش شامل حال سارا و فروشنده سم نشد. آنها همچنان منتظر مجازات سنگین هستند. پدر خانواده در حالی که با دخترش زندگی میکنه میگه من دخترم رو بخشیدم، اما هرگز نمیتونم درد از دست دادن همسر و دختر کوچکم رو فراموش کنم. تنها امید من اینه که بهار از این تجربه تلخ درس بگیره. اولیای دم که مادرزن و داماد هستند به تازگی عنوان کردند که دومین متهم که دوست صمیمی دختر خانواده بوده رو میبخشند، اما به شرط آنکه دیه هر 2 قربانی رو بپردازه. آنها میگفتند که دختر جوان به شدت ترسیده و دچار عذاب وجدان شده. او بارها از زندان با خانواده مقتولان تماس گرفته و از آنها حلالیت طلبیده است. اولیای دم نیز وقتی دیدن دختر جوان به شدت نادم و پشیمانه، تصمیم گرفتند تا او را هم ببخشند. به این ترتیب با بخشش دومین متهم، وی نیز از مجازات قصاص رهایی یافت. این در حالیه که قرار بود این دختر جوان به زودی به جرم مباشرت در 2 فقره قتل عمدی در دادگاه کیفری پای میز محاکمه بره، اما اولیای دم دلشان به رحم آمد و به او زندگی بخشیدند. با گذشت اولیای دم و ثبت دومین بخشش در این پرونده، رسیدگی به این پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده. این پرونده هشداریه به همه ما. رویاهایی که از مسیرهای اشتباه دنبال بشن میتونن به بزرگترین کابوس‌ها تبدیل بشن. بهار و سارا شاید میخواستن از قید محدودیت‌های زندگیشان رها بشن، اما به جای آزادی با زنجیرهای سنگین‌تری اسیر شدند، زنجیرهای وجدان، پشیمانی و قانون. این بود داستان واقعی بهار و نقشه‌ای که زندگیش را برای همیشه تغییر داد. شما درباره این ماجرا چه فکری می‌کنید؟ آیا بهار قربانی شرایطش بود یا مقصر اصلی؟ نظراتتون رو در کامنت ها بنویسید و اگه داستان‌های بیشتری می‌خواید و اگه پرونده‌های بیشتری می‌خواید، ما رو دنبال کنید.